تو این ویدیو دارم بهت آموزش میدم چطور با کانتور نارنجی یه کرم پودر خیلی خفن داشته باشیم. با این تکنیکی که من دارم بهت آموزش میدم میتونی تو شهر خودت یه میکاپ آرتیست خیلی خفن باشی. پس این پست رو سیو کن و بفرست واسه دوستات که خیلی خیلی کاربردیه. یه بیوتی بلندر برمیداریم، کاملا کل صورت رو بلند میکنیم. با دستمال کاغذی تمام چربی ها رو برمیداریم. کاملا که بلندش کردیم، من از کرم پودر نارس استفاده میکنم. رو پوست مشتری عزیزمون به این صورت میخوابونیم. خیلی خوشحال میشم که یه لایک روی این ویدیوی من زده بشه. قلمو بر میدارم، کاملا رو صورت پخشش میکنم کرم پودرمو. بچه ها خیلی دقت کنید، تمام نقاط صورت کاملا باید پر بشه از کرم پودر. بیوتی بلندرمو برداشتم، کاملا بلندش میکنم. دستمال کاغذی که همیشه باید کنارمون باشه و چربیای کرم پودر رو از روی بیوتی بلندر برداریم. فقط نگاه کنیم کرم پودر رو چقدر خفن تر شده. امیدوارم کلی خوشتون بیاد. عاشقتونم.